سازمان اکتاگون 5000 رو بونوس داد برای واحد نجند به خاطر که فایتش پرفورمنس آف دی نایت شد، یعنی مسابقه شو که نوش جانش هسته. تا 20000 رو یک فایتر عادی که بسیار یک فایت خوب میکنه درآمد میکنه، سوپرستارای اکتاگون تا 1 میلیون درآمد میکنن. نوش جانش و در پولیش از تکت و دیگر چیزا که مردم میایه هم شریک میسازن. تقریبا شیر ضربه میخوره اما خود از دست نمیته، هم دندان خود از دست داد، هم خونپر شده بود و با یک تکنیک عریف تاجیکستانیش که بسیار بچه با اخلاق و با ادب شکست داد نجند. دیره شده که اکتاگون چی تصمیم داره با نجند، به خاطر که میفهمه سوپرستار بزرگ افغان است در سازمان اکتاگون که نمایندگی بزرگ میکنه از ما ملت، که 2-2 است، یعنی 2 مسابقه خود در زمین حریف خود خلاص کرده، یکی را دستاده کوی باید نجند 10 بهترین راه بتن که 1 یا 2 فایت دیگه کنه که سر کمربند بخیر برسه. فایت که میکنه نجند همیشه آدم پیش بینی کرده نمیتونه. آدم بیخی همراه خود میبره که احساساتی میشی که الا ایتو شد، الا نخورن، الا ایتو نشوه، یعنی آدم در جریان میباشه و جالبی فایت کردنش دینمیه. دیده شوه که اکتاگون در سال 2025 مسابقه دیگه به نجند میته، به خاطر که هر 2 ماه بعد فایت برگزار میکنه. سازمانی هسته که پیسه داره، بیننده داره، استودیوم را فول میکنه. نوش جانش که هر چقدر که درآمد کرد، به خاطر که خیلی سخت است. تو فکر تنها در ورزش بگیری، تمرین بکنی،